در خبرهای تلگراف بریتانیای کبیر در نشرشان 29 می سال 2014 آنها یک تحقیقات را گزارش دادند که پیشنهاد کرده است که تماشای پورنوگرافی معاینه سر را کاهش داده عکس‌العمل‌های جنسی شهوانی را ضعیف می‌گرداند. ضرر تماشای پورنوگرافی دیگر از اهل علم پوشیده نیست. موافق اینستیتوت ماکس پلانک در برلین آنها دریافتند که یک قسم معاینه سر که هنگام آدمان روح بلند و یا مکافاتانیده احساس میکنند فعال میگردد کاهش یافته کمتر ثمراناک عمل میکند وقتی که آدمان موادهای پورنوگرافی را منتظم تماشا میکنند. و چه چیز در بدن انسان از معاینه سر همان دیده مهمتر است؟ آیا نباید ما نسبت به چنین بازیافت هوشیار و نگران شویم؟ در گذشته عالمان باوری داشتند که پس از انجام دوره کودکی معاینه سر دیگر افزایش نخواهد یافت. آنها اعتقاد داشتند که شاید جراحت‌های وزنین یا ضرر جسمانی معاینه سر کلانسالان را تغییر دهد. اما چند پیش آنها دریافتند که معاینه سر تا دمی که ما زنده هستیم پیوسته تغییر می‌یابد. نه تنها این بلکه آن دائما احیا می شود و عملها عادتهای نو از خود می کند و منتظم مسیر جدید می سازد علل خصوص در جوانی. و این گونه پورنو می تواند در معاینه سر کس شکل گرفته و جای یابد. از بس که پورنوگرافی شدید اجبار کننده و وابسته کننده می باشد، راه‌های آفریده شده در معاینه سر شما برای پورنوگرافی می تواند مدت طولانی ادامه یابد و همین طور می تواند حتی در همخوابگی با عنصر واقعی رقابت کند. آیا شما تصور کرده می توانید پورنوگرافی معاینه سر شما را مغلوب می کند و عملکرد آن را برای روابط واقعی جنسی با همسرتان قطع می سازد؟ در یک پژوهش آخرین در دانشگاه کلمبیا، دکتر نورمن دویج توضیح داد که چگونه پورن می تواند تغییرات بردوام را در معاینه سر جسمی شما ایجاد کند. وی گفت که تماشای پورنوگرافی در معاینه سر شما حالت‌ها ایجاد می کند. این حالت‌های تمرکز و توجه به تصویرهای تماشا کرده شده می تواند شخص را وادار سازد که به هیچ چیز پروا نداشته باشد صرف نظر از آن چه که رخ دهد در آن لحظه. نه وابسته از آن که شما در جای کار هستید، در نزد همسر خود نشستید یا حتی گرچند که هم وقت نماز برایت باشد. اکنون تصور کنید کسانی را که سالهای دراز پورنو را تماشا می‌کردند، این تصویرها که دیگر در عمق معاینه سر آنها اوج گرفتند و راه‌های آفریده شده چنان مشکل سازند که سعی و کوشش و خواهش زیاد را طلب می‌کند تا به حالت پاکیزه‌اش برقرار شود. ثانیاً دکتر دویچ قید کرد که پورنو نیز مثل دیگر ماده‌های وابسته کننده در آزادکنی و فعالکنی بعضی خیمیاها و هورمون‌ها در معاینه سر یاری می‌دهد. این خیمیاها به شما کمک می‌کند که موقتاً خوشنودی را حس کنید. اگر این خیمیاها آمیخته آزاد شوند، شما در حدود قله هستید، خرسند و قناعتمند. اما وقتی که سطح آنها پس شود، شما افسرده حال، عصبانی و خشمگین می‌گردید. خوشخبر این است که طوری که در بالا ذکر کردیم، معاینه سر شما قابلیتی از نو برقرار کنی و دوباره به خود برگشتن دارد و یگانه راه برای کمک رسیدن به آن این پر کردن آن با تصویرهای درست و عادتهای سالم می باشد و البته کاملا از تماشای پورنوگرافی خودداری داشتن.